صدام یه معتاد. سلام به دل پاکتون. من همه بچه‌های اینجا رو دوست دارم، همه رو دوست دارم، همه مهربونن و چون معتادن نباید فکر کرد که آدمایی هستن که باید طردشون کرد. آدمای عادی متاسفانه اینو متوجه نمیشن، ولی من معتاد میفهمم این دوست قشنگ من، اون دوست خوب من حتما یه خلالی در زندگیش وجود داشته که اومده اینجوری توی این راه اعتیاد قرار گرفته، ولی آدم بدی نیست، قلب بدی نداره مطمئنم. شاید خیلی کارا کرده ولی زور اون مواد بوده که اونو وادار به اون کار کرده. در باطنش آدم خوبیه و چون قبول دارم که یه معتاد یه بیماره و خدا بچه بیمارش و بچه ضعیفش رو بیشتر دوست داره، مطمئنم که کمکمون میکنه هممون خوب بمونیم، هممون سالم و پاک بمونیم.